این بیمارستان سیار برای معالجه بیماران کرونا ویروس پیش بینی شده است و الکی برای قبول سرایت یافتگان آماده است. درمانگاه موقتی که در 144 کانتینر بنیاد شده است و به صفت کمک بشردوستانه با قطار از ازبکستان به تاجیکستان آورده شد و در ورزشگاه بافنده جایگیر است. به اطلاع شهرداری، هیئت پزشکان درمانگاه را ریاست تندرستی شهر انتخاب و معین کرده و آن به مواد لوازمات ضروری برای معالجه گرفتاران کووید 19 تامین شده است. کمک به تاجیکستان با دستور شفقت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان صورت گرفته است و روز 7 می به حکومت این کشور برای ارائه کانتینرهای موبیلی طبی یا درمانگاه سیار به تاجیکستان سپارش داده است. این کمک به تاجیکستان در حالی است که بنا به اطلاع وزارت تندرستی امروز در شهر دوشنبه بیش از 30 بیمارخانه برای 5284 کت و بیش از 5390 نفر طبیبان و کارمندان طبی به معالجه بیماران گرفتار کرونا ویروس مشغولند. شهرداری دوشنبه به ریاست تندرستی و دیگر ساختارهای دخلدار شهر دستور داده بود که به طور علاوگی چند بیمارخانه های موقتی برای زیاده از 3000 گرفتار کووید 19 تشکیل کرده شوند. شمار بیماران در تاجیکستان تا به 1936 رسیده است. به بیمارخانه های کشور فعلا تنها بیماران قبول و بستری می شوند که حالتشان وزنین است. به گرفتاران دیگر توصیه داده می شود که با مشورت پزشکان در خانه معالجه کنند.